خب بریم سراغ یه جراحی خرطوم و پلاستی. یه برش کوچولو جلوی بینی یا همون کالوملا میدیم، بعدش داخل رو باز میکنیم، بافت نرم و میدیم بالا عین کاپوت ماشین. زیر کاپوت باید این قضروفای تخمی رو درست کنیم. استاد مال شما هم بزرگه ها. آره، از کجا فهمیدی؟ آهان، بینیمو میگی. فضولی مالی منو نکن بچه، بینی من خیلی هم کوچیکه. حالا از کنار هم استخون برمیداریم و جمع میکنیم. نوک بینی رو بخیه میزنیم و یه نوک میسازیم. خوشگل. سوراخ‌ها رو هم با برداشتن اضافات کنار تنگ میکنیم. البته بگم نباید نفسش گیری کاری بشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ و زهر مار. یعنی نفس بیمار راحت باشه، گیر نداشته باشه، گیری کاری دیگه، گیر نده. خب تامپونم میچپونیم تو بینیش که خونریزی رو کنترل کنه و تمام. اینم بفرست برای اون دوست